جوان برتر ایران شده بودم. بعد بیکار، بعد توی قهوه‌خونه اصلا عمرت میدم با بیا. دیدم زنگ خورد، رفیقم گفت احمد مرافر دنبال شماره‌تون میگرد. احمد مرافر؟ آقا ما طلاق مرافر هم نزدیم. من خودم فن پایتخت یک، همش علی عرسو اونا. ما زنگ زدم گفتم سلام. گفت سلام. گفتم آقای مرافر؟ گفت شما؟ گفتم من برام افشیدم. گفت آره میتونی به دفتر ما؟ گفتم سر کلاس گذاشتم. گفتم درگیرم الان تمرینم حالا هیچی اصلا بیکار و علاق بودیم. خب باشه کی میتونی بگم؟ گفتم یه ساعت دیگه. چرا کلمه میگم پس فردا یه ساعت بعد پس هیچ جا بیخبر سوار موتور یک تگردی گرفت دوباره. بعد ماشینا با سرعت بعد مثلا میخواستم تمام رو کشه بعد از صورت بهمه یه برم آقا ما رفتیم اونجا ماشینای مدل بالا و اینا ما رفتیم